عدالت خداوند اینه که جواب فرکانس‌های ما رو بده. عدالت این نیست که برای ما کار خاصی انجام بده اگه ما فرکانس متفاوتی میفرستیم. اگه ما فرکانس بدبختی میفرستیم، عدالت خداوند اینه که بدبختی رو به ما بده. عدالت خداوند مثل عدالت آینه است. اگر تو صورتت کثیفه، آینه اگر عادل باشه کثیفی صورتتو نشون میده، نه اینکه بگه نه آقا من الان قیافه‌شو زشت نکنم، کثیفش نکنم برای اینکه وقت ناراحت نشه چون من میخوام عادل باشم یا خوب باشم. عدالت خداوند میگه آنچه را که میکاری برداشت میکنی. حالا مثلا من برم با آینه صحبت کنم بگم که دمت گرم، اینو قیافه‌شو مثلا صورتشو شسته ولی صورت نشسته نشونش بده، دمت گرم به خاطر من. آینه عمل میکنه؟ پس کسی که به خداوند و به عدالت خداوند ایمان داره نگران این نیست که کسی بتونه اون چیزی که تو زندگیشه، اون چیزی که لیاقتشو داره ازش بگیره. اگر چیزی هست که تو زندگیت داره ازت گرفته میشه به دلیلی که لیاقتشو نداری، فارغ از اینکه بقیه بخوام بگیرن یا نخوام بگیرن، بقیه آدمای گنده باشن یا نباشن.